شعبه وزارت کارهای داخله در نویه دوستی با عریضه مرد 49 ساله ساکن نویه مذکور مراجعت نموده است که شب سیوم به 4 اپریل سال 2022 تخمینا ساعت 23:00 دقیقه شخصان نامعلوم با روی پنهانی از حوله استقامتیش یک سر چاروای کلان شاخدار را دزدیده از جای حادثه غیب زدند. ضرری رسانیده شده 6000 سومانی را تشکیل می‌دهد. هنگام گذرانیدن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا، مرد 34 ساله ساکن امین نویه همچون گمانبر در صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه اسماعیل سامانی با عریضه مرد 46 ساله ساکن شهر کولوب مراجعت نموده است که 15 ینور سال 2022 مرد 56 ساله ساکن نویه بلجوان با روی فریب به باوریش در آمده از او 440,000 سومانی گرفته تا حال مبلغش را برنگردانیده است. اوید به این حالت تفتیشات ادامه دارد. مرکز مطبوعات ریاست وزارت کارهای داخله دوشنبه خبر داد که یک جوان از نوع رودکی را برای بدرفتاری نسبت به یک دختر جوان در روز عید فطر به 10 روز حبس مأموری محکوم کرد. بنا به اطلاع میلیسای پایتخت تاجیکستان، صحنه 2 می سال جاری یک دختر جوان ساکن شهر دوشنبه با ارسال رسم ماشین تمغه وز 2110 رقم قید دولتیش 2110 RC 01 از مقامات میلیسا درخواست نمود تا نسبت جوان در ماشین بوده چاره‌های دخلدار قانونی اندیشیده شود. به اطلاع مراجعت کننده راننده هنگام حرکت در راه بی‌ترتیبی نموده نسبت به یک دختر جوان راهگذر بی احترامی کرده است و در قسمت قفای بدنش با چپاتی زده او را مورد مسخره قرار داده است. در نتیجه سنجش معاین کرده شد که راننده اتومبیل مذکور شهروند ستورف دلشد، سال تولدش 1998، استقامت کننده نویه رودکی دهه مهرآباد می باشد. ضمن پرسش نام برده به کردار صادر نموده خود اقرار نموده صدقاً اظهار پشیمانی نمود. گفته می شود در خبر وابسته به حالت مذکور نسبت به ستورف دلشد پروتکل حقوق ویرانکنی مأموری ترتیب داده شده. در اساس قرار دادگاه نسبتش جزا در نمود حبس مأموری به مهلت 10 شبانه روز تعیین کرده شده است. در سالهای آخر موردهای بر اساس شکایت‌های زنان و دختران برای گپ‌پرتویی و دیگر شکل‌های بدرفتاری و آزار آنها به حبس کشیدن جوانان در دوشنبه زیاد شده است.